اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید در آینده نزدیک از چاهای نفت قشقره در سر پل روزانه 100 تن نفت استخراج خواهد شد. نخستین استخراج نفت از چاهای تاسیسات نفت در ساحات قشقره آغاز شد. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه و حافظ انس حقانی در مراسم حج گفتند اقتصاد دیروز جنگ، چاپه و اقتصاد کشت و فروش کوکنار بود. وی افزود امروز تمام پول سرمایه ملی صرف پروژه های عمرانی و بازسازی کشور می شود. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی می گوید محصلین انستیتوت زراعت و پروسس مواد غذایی یک ماشین چوچه مرغ را ساخته اند. اداره ملی خط آهن می گوید در هفته گذشته از تاریخ 9 تا 15 ماه سرطان 71176 متریک تن کالا از طریق خطوط آهن حیرتان، آقینه و ترغندی انتقالات صورت گرفته است. شاروالی کابل می گوید در ناحیه 15 کار ساخت یک سرک به طول 800 متر ادامه دارد. قماندانی امنیه کابل می گوید پلیس حوزه سوم قماندانی امنیه کابل 23 تن را به اتهام جرایم مختلف بازداشت کرده است. مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر می گویند در روزهای عید قربان به دلیل وجود امنیت کامل 80,000 گردشگر داخلی از مکانهای مختلف تفریحی و طبیعی این ولایت دیدن کرده اند.